ما فکر کن تنها کشوری هستیم تو دنیا که کشور اسلامی که مساجدمون بستن، یعنی کسی زده 10 میخواد بره تو مسجد بیتوته بکنه که این های ما داریم که مستحبه که تو مسجد بشینید فکر کنید و اندیشه کنید. نمیتونید تو هیچ مسجدی تو ایران کار نمیکنید. برین افغانستان، برین ترکیه بپرسین مساجد چه ساعتی صبح بازن تا آخر شب باز هستن. مسجد اولا باید باز باشه. کی گفته که مسجدتون ببندید؟ چرا هیئت امنا همکاری نمیکنن؟ خادم میخواد 3 شیفت خادم بزنه. برای چی میبندیم؟ باید قانون باشه، باز باشه، خادم باید بذارن از صبح تا شب. یعنی کسی که نماز ظهر عصر خوند دوست داره بشینه. به خانم من تعریف می‌کرد، گفت ما تو مسجد نشسته بودیم، نماز ظهر عصر رو جماعت خوندیم، بعد می‌خواستیم قرآن خوندیم، می‌خواستیم بشینیم. خانم‌ها برن بیرون. آشخانم‌ها بفهم. گفت می‌کنم می‌بندم مسجد جای فکر کردن، جای دعا.